سر من براتون دو سر مال های ارگینال در پایتون پیشنهاد می‌کنیم. من این یکم سر 4 امپیاستر با سیمنتال گیبرید بچهش کل بیشوخ ارگینال از سیمنتال موندگی. و این مسئله جوشیدن اهل قابل هم میشه. میتونم زو یکم بچهش ناو دندانش دوست ناو دندان گوسالگیش ایواز کردوست. من ما و درجه که فهمیم بی‌بها آلوسان صفت بینید جامعه راسو اهل قابل زیره که من بچهش من به درجهش برام من گوسالش منه خیلی بیشوخ دولوک گوسالش می‌بینید خیلی بیشوخ ارگینال مال منه. بازی بهرتون جوشیدن چه دندانش کوی کنید دندانش گیری دندان گوساله بود ناو ایران کردی. این مردم تماشا کنن که دندان من ناو بیل شده 100% یکم زوی موافقت میکند بچهش منه خیلی بیشوخ منه خیلی بیشوخ منه سیستم منه یا تماشا کنید منه خیلی بیشوخ غیر از کی خیلی بیشوخ از سیمنتال موندگی تو گاف گذاشتن من اون مفروش منه چوش ببین حاضر اوجه اوه ماشاءالله بی‌بها مفروش هم دست گوساله چیه منه ما با درجه من 6 چکریس داده است یک جوشته علوم کنم کنه یک جوشته نشان کنه یک مردم بینن خداشون خلاصه برورم چی مول خیلی منه نرخ دسترس ارزان باشد انشالله و کسی گیرد برکه میاد. اوه ماشاءالله من گوساله چشم منه انشالله کسی ارزان کرد اگر برکه میاد. نه پرتش کو منه این مسئله جوشید اهل قابلش منه مول سرش ایدو منه یا اونقدر داشتوسیش نیست منه من اهل قابلش منه اچاپ و راست جوشید کارش نیست مولویم جوش سر قایمق جنا کی گرفت دو فاد رحمت چه میگه نکی میشه شیره ببین منم درجهش انشالله کسی گرد انشالله برکت چه میاد این موقع خیلی دیگه من از یک راهگریش هم نشون میدیم سونی نرخش سونی با گام میزنیم یکم زو مال ارگینال گوساله سر پونش ببینید بچه چشم این ماشاءالله گنده گوساله چی ماشین بوده که سر پونه ببینید نکی شیر زور نکی اوزی هفت نتی چقدر شیر 7 شیر شای مولویم جوش نکی یکم زوی اوله خدا خود دویم سرین زوی به 10 لیتر 2000 لیتر زوی شیر میتر کی کم نی تو منه مثلا راگری اهل من اوسه اونجوری نشون دادیم راگر دندانش نشون دادیم من راگریش مول داشت مول صحرا مول ادیر منه ماشین اومد اما ماشین من گرفت اصلا تماشا کن تو منه چوچ پارک شما سرویس نشه راگریشه مول مایده نه یک یکم زو باشدم نه که مول فاسون ای با درجهش اگه کسی گرد انشالله برعکسی من نرخ مال باشه نرخ مال چند 26000 یا ارزان کرده یک ارزان تا کرده مو یک کسی که برکه یاورد انشالله برای مؤخرا باشد یگان کسب 24800 سوم منه معامله دستافکش های با 24800 سومونی برای پاتوچیکو من ارزان کردیم منه شلو فهمیدید منه برای پاتوچیکو این نخ نو مول با درجهش که می کسی گرد انشالله برعکسی میارزد گو همین جامعه رو بگویید دیریش هم یا گوید که 20 بالادیه نوزویدش هم این جامعه من تایور لیکن گریختگیش نامعلوم تا گویی بچهش اکنون 21 روزه شد منه 21 روزه گوساله مول سارا منه ما تماشا میتونم 24800 سومون 24800 سومونی معامله دستافکه همش درونش با من مال اپش گید اپش نوردم اپش گید اپش نه من مال رقم دویم با پاتش کنم من تماشا کن تو من بخاطر من پیشش نماینده من دویم رقم اینم دویم اینش دویم زو تازه قرار دی 4 پیاستر تازهش ارگینالش منه چیکار که انوار میبینتون گفت فرق با درجهش مال من بچه چشم است 4 پیاستر تازه است من کانالای سینه واسه من مال تماشا کن تو نیا مال بسیار کوچه بینتون من اوه ماشاءالله سر سینه ببینید من درجهش منه بالانشم منه ابالاشم میگید ابالاشم میگید سر کن راست بچهش کل بیشاخ چیستا اونجی چه ارگینال یک کنسرت زایده شدگی من چوچ پاروش میتون من دندانش شو کنه دندانش شون چی خیلی دندانش دندان 6 میلیون
mana shashbel bуда, mana shashbel mana. Shashbel olidanmi? Duyum bachchash. Duyum zo. Mana bachash. Bachcha یک سرته که من بچه خودش می یک سرته رو تماشا کنم با درجهش که همین بی‌بها ما گیر بچه رو جشته احمد حالا یا که دوستاسیگیش نیست آزاد من مثلا اهل خوابی که رفت سینه دیگه جشته جلوی ما آسان جوش منه با درجهش که اهل آسان جوشیش منه مول منه هایدو منه این کانال بینید شیروی بینید شیروی بینید مولوی میشه بینید شیره مول با درجهش که بینید عجایب بچه‌چش منه کالی چلدروز چقدر این چقدر شده این گساله با 18 روزه شد 18 روزه گسلچه بود است منه حالی بیشاخ منه این دودوش بیشاخ بودگی دودوش رفتگی منه موسر کنه راست مولم تماشا کنه منه مول بی‌بها مول شیرش هم واسه که 10 لیتر شیرش 10 لیتر 11 لیتر شیرش بود است منه 10 لیتر 11 لیتر خدام فهم فرقی نمیکنه مول با درجه قافسی با درجه گفتم بی‌بها مول زیر اگرش هم ببر یک شور اگرم کنی اگرش هم تماشا کنم مردم تماشا کنم تو منه از چیش کنه عزیز منه مولا بینیم با درجه منه مسئله راگریش ویش با وحشی جامر کوچ یگونشی نمانه راگریش من قبولی اهلیش رسال زیور منه صفات انشاءالله رحمت چه میگه محترم باشد به حد مول خوب بچه چه ماشاءالله گساله منه من سر چوچوشو بریم سر چوچو تو منه ببین بی‌بها مول بچه چشم درجه شد مولا بینید تماشا کنیم نرخش چند بود نرخش؟ نرخش اکو مایلی شده نه من 27300 تومان معامله دستافته کرده میتونم خدا خواهد نه انشالله منم معامله دستافته همه شای 27300 تومانه معامله 30000 دستافته پیمان میارزده و مایلش برای حرمتی پرپیشکو گیرم رحمت چگون دعا کنم کی گیرم خدا خواهد انشالله رحمت چه میگه هوای گرم به توبوار 100% دل نمیزنه چی نمیکنه تو دخترم شام زور سلامتی شام زور مولا بینید مول شو کاش خدا معلوم اگرم کنی کاش ببینم بالا روشه گیرم مولا تماشا کن تو منه بگم شروع به درجهش مولو که الان خب چون پیاس رو تازه میگیرم دیگه منه زنگ زدن تا انشالله معامله دستافته همشه کرده میتاد کسی میگرد انشالله برکت شه میاد این مالی بستگی مال هم قدر میشه مولا که تامین درجه میشن انجام نمیشه نه بالا شروعی اهل خوبه نرخ مال باشه 27300 تومان با معامله دستافته همشه دارد در داخلش 10 لیتر 11 لیتر شیرشه اگر اینکه داده میشه گه بکو با بونی ده ها حقش مالی جیشو اصلا آخرش انا چه دیگه با 15 لیتر شیر میتونه بگیر میگیرد کسی گیرد انشالله برکت چه میوه بس سلامت خانه آباد نیکنام سربلند باشتم دوستان عزیز نوارای نو به نو انتظار شدتان انشالله با زور این مال های زور پیشکش میرم برخیتان